واقعا این شعر ساختگی نیست استاد گل. این شعر است که زاده دل، زاده الهیات و روح الهیات است. در این خانم من بر شما گفتم میتونم که یک نوع الهام ذاتی و معنوی است. راست میگه، امیر ما بس میکنم. این اگر قلم بتن به دست یک آدم که تو شعر بساز، شعر میسازه، اما چه شعری که قابل خواندن نیست. اما هر شعر از که به ورق میزنم باور میکنه، هر شعر از که ورق میزنم یک جهان است. درست میگم. یک جهان است. باور میکنن که امی کتابی از که صفحه دل است، اینه که من امی اول ورق زدم، خوب این خوب بعد از تقریض است، بعد از تقریض بسر فرض کنید این چیزها آمد باش که امی اولی شیر ازی از کلام روح ای آب میخوره. و وقتی که من اینو دیدم که نه، ایواز ازی که دیگرها حمد و نعت و این چیزها می آوردن، یه امون نعت را آوردن، لیکن به کدام زبان؟ به زبان شعر، به زبان ادب، به زبان که راستی او از یک منبع نورانی صفای دل آوردن. رسمه. و این بیشه قیمت پیدا کرد. ببینید میگه ای روح و جان قصه ها، ای ابتدا ای انتها، مشتاق دیدارم بیا ای منظرت نور خدا. ای همدم جان و دلم در عشق هجرت حاصلم، با اصل تو من باطلم ای دولت بی انتها. وصلت برا در سر هوس، در سینه هستی چون نفس، ای بر غمم فریاد رس، بشنو ز دل فریاد ما. ای در دل من آز تو، در نغمه جان ساز تو، عالم بخواند راز تو، هر دم به گوش جان مرا. ای حسرت دل آیه بر، ای حیرت دید و نظر، ای بی نیاز ای بی خبر، ما بنده ایم خوی تو را. ای ماهتاب برکشت، حجاب دیده ما پر آب، در انتظارت شد خراب ویرانه دنیای ما. واهب دعاها می کند، این دیده دریا می کند، فریاد و غوا می کند تا لحظه بیند تو را. حالا شما فکر کنید که این راستی وحدانیت را، پروردگار خود را به چه عنوان تزرع کرد و به چه عنوانی یاد کرد که در هیچ کتاب، در هیچ حمد، در هیچ ثنا به این رقم شعر پاک منزه لطیف و پاکیزه را که برای پروردگار گفتن نفهمید که اول و ابتدای خود را گفته توستی. بله، ابتدا و انتها. اول و ابتدای من توستی و تو شروعش و تو ختمش. کلام در این چیز است. و یک چیز دیگر رو ببینید که در عین زمان این کمال شیری خود نشان داده به یک چیزی که من در این را خواندم که واقعا ببینید که شعر خود را یک تحول داده. تحول به این شکل داده که وقتی که 50-60 شعر ازی به یک شکل یک نواخت میگه نه، من خواننده را باید کمک کنه انحراف
ذهنی بتون. انحراف ذهنی به این مفهوم که اما طرز شعر خود را یک کمک تبدیل کنم. بله. به چطور تبدیل کرده؟ ببینید. بود ما را سالکی یک یارکی، بسیار خوب شد. بله. دلبری دلدارکی غمخوارکی، آفتابک پیش رویش شرمسار، ماهتابک همچو شبها تارکی، سرورکی بالا بلندش محشرک، آه خونم ریخت